السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی جمله مسلمانانی که بیمار هستند الله اونها را شفای کامل و عاجل عطا فرماید و بعضی برادران از دنیا گذشتن از سبب کرونا ویروس. خداوند اونها را جاشون جنت الفردوس الاعلی بگردانه و در خاندان اینها خداوند صبر جمیل عطا فرماید. خب دوستان عزیز، انشاءالله که این حال ما سفر به شهر سن پترزبورگ داریم. دعا کنین که خداوند سفری ما را به خطر بگردانه و در ماشین رفته هستیم که الله اعلم که با کجا را میزنیم. خب انشاءالله برادران عزیز، ما یعنی ساکن شهر مسکو هستیم، یعنی با سن پترزبورگ رفته هستیم به خاطر آنکه که وعده داده بودیم از پیش از ماه شریف رمضان بود که میگفتیم میریم سن پترزبورگ میریم. المهم که یک بار رفتیم به سمالیات، رفتیم سروش گشتیم اومدیم. انشاءالله که حاضر رفته هستیم شاید 3-4 روز در سن پترزبورگ بمانیم به سبب آنکه که وعده داده بودیم وعده خلافی نکنیم و خودی رفته هستیم. خب انشاءالله که با دعا باشین که خداوند صحت و سلامت به جا و مکان مون بره و برد بگردانمون انشاءالله. و گفتنی بودم که برادران عزیز، پیش از آنه که زنگ میزنین یا که خونه ما میوین زنگ بزنین با تماس برآمدین، بعد بیاین که شاید بعضی برادران میوین بعد زبانو که میچخن که هیچ که درش نمیبرد، بعد زنگ میزنن که کاری در تبوک شو که ما آمدیم. یعنی بعضی وقت ساعتی 4 شب میوین 5 شب میوین. اصلا متون خواهید پیش آنه که میوین زنگ بزنین تلفن نبرداشت مگر زنید که زینیتم بنویسین جواب دادم که بیاین بعد بیاین. برای بعضی حالت ها میشه که در یک روز 5 کس 6 کس میوین 7 کس میوین تا 10 کس میوین. یعنی زنگ نزدم خیلی میوین توکل به الله میکنن میخزن میوین. یعنی انسان مانده میشه، روبوت نیستیم. هم خاطر انشاءالله که با دعا باشین که خداوند این بیماری که بیمار هستن اونها را خداوند شفای کامل و عاجل عطا فرماید. یعنی توکلتون به الله کنین. بعضی زنگ میزنن که یعنی ما بیم ما را بخونی 100% سوز میشیم، یعنی با عهده میگیری، یعنی دست ما هیچی نمیآید بجز اونی که الله شفا نده. یعنی فقط شما اخلاصتون و توکلتون به الله بکنین و ما شاید که سببگار شیم. اگر که شما نماز نخوانین یعنی خواندن ما یعنی یگون فایده ای نداره. خداوند فرموده است که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. خداوند نازل کرده است قرآن را شفا برای مؤمن هایی که اونها یعنی با نماز و با روزه هستند. و اون خاطر انشاءالله که نمازها را بخونین تا اینکه خداوند شفای کامل و عاجلتون عطا کنه. از الله طلب کنین وقتی که بیمار میشین. اکثریت مردم ما خداوند اونها را توفیق و شفای کامل و عاجلشون عطا فرماید. وقتی که به یگون بیماری که مبتلا میشوند یکم چیز نماز را ترک میکنن. بر جای که انسان به یگون بیماری مبتلا شید یعنی شروع و تلاشش با نماز باشه، باید حرکت کنن نمازها را بخونن. اینها اول نماز را ترک میکنن. نماز خوانی بعضی برادران میگن نماز بخون، میگه یگون سوره را نمیدونم. سبحان الله. یعنی با نام مسلمان هستیم. اگر که انسان که نماز نخون در اون هم جن میداره، هم سحر جادو کردن در اون على طول گفتی گپو تحسیر میکنه. با اون خاطر یعنی دعاهایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تعلیم داده است که هر شخصی که سحر خیز گفت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. هر شخصی که را 3 بار سحر و 3 بار بیگاه خوان باذن الله تعالی یگان چه او را ضرر نمیرساند. و هر شخصی که نماز بامداد را خوان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که من صلى صلاه الصبح هو في ذمه الله. هر شخصی که نماز صبح را خوان نماز بامداد را خوان او در ذمه خداوند است. خداوند او را به عهده میگیره که او را یگان چیز ضرر نمیرساند. و هر شخصی که نماز بامداد را ترک کرد و چه بلا و چه مصیبت بالای او آمد، او انسان باید خودش یعنی چی کنه، خودش ببینه که به سبب آنه که نماز ترک کرد همین چی بلای آمد از سبب بی نمازی شد. خب انشاءالله که الله سبحانه و تعالی جمله مسلمانانی که بیمار هستند اونها را شفای کامل عاجل عطا فرماید. شخصانی که در زندان هستند خداوند اونها را یعنی به آزادی خارج بگرداند. و شخصانی که قرضدار هستند خداوند اونها را کسب و کارشون برکت عطا فرماید که از قرضداری بیرون شوند. و انشاءالله که ما در سفر هستیم، ضروری هستیم
دعا کنین که سخت سلامت بریم برسیم به شهر سن پتربورگ. انشاءالله به قدر امکان خدمت خود را میکنیم و که در امان الله با دعا باشیم. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. برادران عزیز، بسیاری با خواهرها و اکواد و درمیان سحرشان کردگیان. وقتی که اونها را که میخوانن و میخوانیمشان همون جنهاشون دگب میدراین و که اونها را سحر کردگیان و به سبب چی کردگیان. حتی بعضی ها را بگیم پشتمانهاشون هم سحر جادو میکنن، بعضی ها را دیگه با شواراشون نعوذ بالله سحر جادوشون میکنن، فکر میکنن که بس برای یعنی فایده همونها. بعضی هاشون به دستورت سحر جادو میکنن، از گب میمونه بیچاره، چشمهاشون خیره میشه و کور میشن، بعضی هاشون پرتفتن یک چی میشن. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی شفای کامل و عاجل عطا فرمایه برای جمله مسلمانانی که بیمار هستند و خدا گریان میشه. بعضی هاشون میخونیم زور گریه میکنن. این شب تقریبا ساعت 10 شب تقریبا خواندیم. یکی از اونها بگیم 6-7 خودم همش سحر کردن. میخونیش هر رست ترس گریه داره وایش میخنده. سحر و جادو جیناش در خنده میده، بعضش میپرتاین، بعضش جیناش گپ میزنن. باور کنین گریان میشه وقتی هم حالت من. خداوند دشمن انسان به اون بیماری مبتلا نگردانه. بی نهایت از همه چیز پلید پسترین همین چیز همین سحر و جادو است. همیشه با دعا باشین و خیر در امان